سلام داداشای گلم، خوش اومدید به این ویدیو جدید. من راکی هستم. امروز اومدیم تو این ویدیو یکی از گارنا چه خود گارنا چالش گذاشت که مثلا این چالش رو بریم 15 کا فاکینگ جم رو حسابت میریزه. اونم چالش چی و فلان از این چیزا به شما تو این ویدیو آموزش بدیم. خب قبلش لایک سابسکرایب فراموش نشه، بزن بریم. خب بچا گارنا تو همین باور کن که 15 کا که نبود، 30 کا بود که گارنا دلغک زاده 30 کا رو کرد. خب بچه ها سیده ببینم کجا این 15 کا رو تبدیل به 30 کا کرد. ای دلغک که بهش میگن. الان خواهیم پیدا کنیم بچه ها 2 ساعت طول میگشه. باش بچه. خب بچه من یه دکات میکنم پیداش کنم. خب بچه ها اینا که میگن این چالش رو انجام میدیم روی این بزنیم که میره روی نستاش، هیچی مهم نیست که میگه 15 کا میده. خب آموزشش چیه؟ روی این کاستوم میزنین که کاستوم سبزه وایسی بچه این لود بشه با این نت ایران. خب وقتی رو اینجا کاستوم زدیم اینو هیچی، این چیه خدا نت ایران مثلا درست میشه. خب رو این انگلیسی میزنین. حالا اینجا بس خودتون تا مپ خالی هستش میتونین مپ درست کنین. مثلا این رو این که زدین اینا رو هیچ کدوم کار ندارین، رو همین اولی که هستش میزنین رو این کاستوم. خب میزنین تا بالاتون بالا آورد. این حرکت ها رو انجام بدین. اگه شانس خوبی داشته باشین گارنا 15 کا فاکینگ جم بهتون میده. خب براتون اینجا رو بالا آورد. خب دیگه اینجا رو کار نداریم، روی اینا میزنیم ببینه. آره خب اینجا مثلا کاستومتون میسازی. حالا مثلا من یه همینجوری میسازم، شما هرچی دوست داشتین مثلا برای خودتون بسازین. حالا من یک مثلا همینجوری الکی میسازم، شما ببینین فقط. اینجا مثلا چرفلک و اینجا مثلا خونه و اینجا مثلا خونه و آره دیگه بچه مثلا همینجوری الکی میسازین. خب مثلا همین ما حالا دیگه زیاد سخت نمیکنیم. روی این سیو میزنی، روی این سیو میزنی، سیو داداشم حد نده. خب روی این سیو زدی می اینجا بعد خودت یکم مثلا داخل این مپش خودت بازی کنی، پلی اینو میزنی، روی این اوکی رو میزنی. خب مثلا رفتی استارت شد، مثلا همینی که ساختی رو مثلا پلی بدی. خب همینی که من بچه همین الان ساختمه. آره دیگه اینو که زدین سیو و قبلش زده بودین، حالا اینو میزنیم میایم بیرون. خب اومدیم بیرون. خب بچه ها وایسا من کامل بیام بیرون. خب کامل بچه اومدم بیرون. همین به همین کار آسونی مپ ما رو میبینی ساخته شدش. دیدیم بچه ها وایس. خب بچه ها روی این پولو سفیده میزنین. من چون که وایسی بچه یه دقیقه براتون اوکیش کنم. ها مثلا روی من چون ساختم نیزم، روی اینی که دورش خط زدم و اوکی میکنین. خب بچه ها اینو زدین براتون این بالا باز میشه. رو این میزنین اینجا این کپی رو میکنین. حالا چیکار میکنین؟ میریم تو برنامه فیسبوک. خب آره دیگه رو فیسبوک هم این مثل این اینستا بچه ها همونجوری تو این اینستا پست میذارین، رو فیسبوک هم میتونین بزنین روی داستان ایجاد کنید و میزنین، بعد همه چی براتون میاره که مثلا یه دقیقه بچه ها من روی این داستان ایجاد کنید و بزنین. نه بچه ها عذر میخوام اون نیست. رو این پروفایلتون میزنید. حالا من پروفایلمو بچه دقت نکنین، رو این پست ها میزنید بعد دیگه. آره دیگه پستمه که من گذاشتم هم اینا بچه ها اینه. آره بچه دیگه همینجوری هم صاحب 15 کا فاکینگ جم میشین. بعد اینم یادم رفت نکته، مثلا یه عکس از همون جایی که کاستوم سبزتون رو درست کردین عکس میگیرین رو پست فیسبوکتون میذارین. بعد اون کدی که الان تو کامنت یوتیوب هم پستو میذارم کپی پین میکنم هم اونم باید حتما بذارین هشتگ رو. آره دیگه با همین دیگه با صاحب 15 کا فاکینگ جم میشین بچه. کلا همین چیز بود دیگه. آره دیگه همین کلا. خب بچه اگه متوجه نشدین حتما کامنت بکنین، من جوابتونم میدم. این بود از این ویدیو، میدونم خوشتون اومده باشه. بدرود.